نه از وطن خیر دیدی نه از وطندار خیر دیدی. این خانه ها دارای یک اراده کلکین قدری می باشد که فرهاد جوی حالی تندورا را جور کردی، حالی کی بوبوی ترای میکنی که در تندورا نان پخته کنه. اما اینجا 37 نمبر خانه استقلالی ساخته شده. به نام یاد خداوند بزرگ و توانا، هموطنان عزیز، امیدوار هستم جور و صحتمند و سرحال باشین. در هر گوشه و کنار از این کره خاکی که هستین با خانواده های عزیزتون در فضای صلح و صمیمیت و دوستی و محبت به سر ببرین. من آرش نوری هستم. میخوایم امروز درباره یک موضوع جالب یک ابراز نظر داشته باشم. البته من لازم دیدم که در اینطور یک شرایط نباید خاموش بنشینم. موضوع برنامه ما امروز ساخت خانه های اضطراری به کمک هنرمندای عزیز ما توسط فرادریا هنرمند محبوب ما شما این خانه ها ساخته شده. در این مورد خواستم من بحث کنم. البته جریان هستیم که در آخر زلزله شدیدی که در ولایت هرات رخ داد و در اثر از این زلزله تعداد از هموطنان عزیز ما خانه هایشان از دست دادن و تعداد جانهایشان از دست دادن. بر بازمانده های این حادثه ما صبر جمیل میخوایم و بر گذشتگانشان، بر کسایی که در این حادثه فوت کردن، از دربار خداوند متعال بهشت بر این استدعا دارم. و تشکری میکنم از جناب آقای فرادریا که در این زمینه اونا اقدام کردن و خانه ها را یک مقدار پیسه را جمع آوری کردن و خانه هایی را به شکل اضطراری ساختن. شما ببینید که وقتی که زلزله شد شهر به چه حالت قرار داشت در این منطقه. میایم سر اصل موضوع ای است که مبلغ $70,000 چیز کم 70,000 یا $69,700 یا $70,000 که توسط هنرمندای ما جمع آوری شده بود، خانه هایی که به شکل اضطراری ساخته شده بود که در آینده در اون منطقه که زلزله خیز است که اگر احتمال لغزش زلزله بعدی باشه و این خانه ها مقاوم هستند در مقابل زلزله که در چند کشور دیگه هم که نامش در گزارش به شما گرفتن، در اونجا این خانه ها ساخته شده و مفید بوده، یعنی مقاومتش در مقابل زلزله بیشتر است. این خانه ها به شکل اضطراری است. وقتی که ما شما میگیم اضطراری یعنی به شکل موقتی در حالتهای اضطرار، حالتهای دشوار حادثه که پیش میاد خانه ها ساخته شدن بر چند وقت چند مدت کجا سپری میکنن. البته زمستان هم هست و از سردی زمستان، از طوفان، از باد و طوفان و سیلاب اینا در امان باشن و از زلزله‌های بعدی اگر احتمالش باشد در امان باشن. این خانه به شکل اضطراری است. پولی که هزینه شده مبلغ $70,000 آمریکایی برای 37 خانه. اما اگر در قسمت هزینه ساخت از این سوال بشه که خب اگر هر خانه تقریبا در حدود شاید بیشتر از $1,500 افتاده باشه، با $70,000 کسایی که مکتب خواندن سواد دارن وقتی که یک موضوع پیش میاد محاسبه میباشه قلم کاغذ میگیرن حساب میکنن. من از شما هموطنان عزیز متيقن هستم که اکثر هموطنان عزیز ما با سواد هستن. من از شما تقاضا میکنم که قلم کاغذ بگیرین شما محاسبه کنین. با $70,000 چقدر خانه ساخته میشه؟ با $70,000 اگر به شکل پخته و اساسی، یعنی که گادر و سیخ گادر و خشت پخته و کانکریت و تشناب و اصلی و اینا اگر جور کنیم، با $70,000 یک منزل 2 اتاق یا یک تاکو تعداد ما شما میگیم یک 4 اتاق یا 3 اتاق در منزل اول میتونیم با $70,000 بسازیم برای یک فامیل 5-6 نفره. اگر بخوایم به شکل خام بسازیم، خشت خام، چوب و گل و دستک، شاید با $70,000 7 دانه خانه
یا 5 دانه خانه بسازیم که در هر کدام از فامیل 4-5 نفره زندگی کنه. اما اینجا 37 دانه خانه اضطراری ساخته شده، گفتیم به شکل اضطراری. یک کلید خانه پیش تو، یک کلید خانه پیش ما. نه از وطن خیر دیدی، نه از وطندار خیر دیدی. فراد دریا، از خدا خواستیم در دریا غرق شوی. ای خانه جور کردی یا بیادبی ما مرغانچه؟ هی میگم پیسه چی شد، پیسه چی شد؟ یعنی هم پیسه تندور میبخشین خانه جور کردن. نادیده قضاوت نکنین، با حرفای فضای مجازی شما باور نکنین، خودتان قضاوت کنین. شما قلم کاغذ بگیرید، محاسبه کنین که یک بوجی سمنت چقدر قیمتش است، یک موتر ریک چقدر قیمتش است، یک دانه خشت خام پخته چقدر قیمتش است، خام چقدر، دستک چقدر. وقتی که شما محاسبه کنین میفهمین که با 70,000 دلار چی ساخته میشه. حالا اگر کسایی ادعا میکنه که ما خانه‌های خوب ساختیم، خانه‌های مجلل و مقبول‌تر ساختیم، پولی را که مصرف کردن اون را محاسبه کنن، اون پول را بیاین بگوین که ما چقدر پول مصرف کردیم، چند دانه خانه ساختیم، باز وقت ما میتونیم قضاوت کنیم که خانه‌هایی که ساخته شده چقدر پول مصرف شده درش. قسمی که در گزارشی که من خواندم دیدم که خانه‌هایی که ساخته شده بالای هر خانه تقریبا مبلغ 13,000 دلار مصرف شده که 37 دانه خانه مسکونی ساخته شده. اگر از 13,000 به 38 کنیم تقریبا 41,800 دلار میشه، نزدیک 50,000 دلار و 20,000 دلار دیگه شون بر کسایی که کار کردن یا موگلکار و مزدورکار و اینا بالای اونا مصرف شده. 100,000 دلار پول نیست که سر از او ما شما بخوایم یک کسی را که زحمت کشیده سالها، یک هنرمند محبوب را که جایش در قلبای کل ما شما از چقدر هنرمند خوب است. خدا شاهد است ما با فرادریا هیچ ارتباط ندارم، هیچ شناخت ندارم مستقیم، بغیر از اینکه آهنگایش هم شنوام شنیدیم از گذشته ها و علاقمند هنرش هستم، علاقمند صحبتاش هستم، علاقمند سوادش هستم، علاقمند ادبیاتش هستم. وقتی که صحبت میکنن دیگه من بعد خاطر نخواستم من بیایم اینجا برنامه ثبت کنم یا پشتیبانی کنم. من هیچ ارتباط شخصی باش ندارم و فقط همه قدر خواستیم برنامه رو ثبت کنم که باشه من حق خود ادا کرده باشم، دین خود ادا کرده باشم در قبال یک کسی که آمده زحمت کشیده، یک پول ارتباطی شده و خانه‌های را به مو کسایی که خانه‌هایشان از دست دادن یک کمک شده باشه. کسایی که در خانه‌ها زندگی میکنن شما با اونا مصاحبه کنین ببینین که اونا راضی هستن یا نیستن. خانه‌ها به شکل موقت اضطراری است تا کمی سرمای زمستان سپری شود و بعد از اون اقدام را که دولت کنه، اقدام را که مردم کنه، او اقدامای بعدی است. فقط من ازتون بازم خواهش میکنم که به گپ‌های فضای مجازی شما اعتبار نکنین. باور کنین که فعلا در شرایط کنونی ریختن آبروی یک شخصیت یک انسان بسیار ساده شده. به خاطر از اینکه در فضای مجازی دادن عکس شما بندازین، 4 کلمه گپ در موردش بزنین خوب و خراب، و دیگه کسایی هم هستن که نادیده میاین قضاوت میکنن و شخصیت یک کس صدمه میزنن و خدشه‌دار میسازن. این کار خوب نیست. این کار است که متضرر میسازه، متاثر میسازه آدم. شاید آدم وادار به این کنه که دیگه در آینده نتونه که دست یک کسی را بگیره کمک کنه. من ازتون خواهش میکنم که نادیده قضاوت نکنین. یک نکته بسیار مهم میخوایم که یادآوری کنم که بعضی از کسا هستن که از دو چیز خوب استفاده میکنن که از همین دو چیز همیشه ما شما متضرر شدیم، از همین دو نایه. بیاین از نایه دین حمله میکنن، استفاده میکنن و از احساسات مردم. هستن کسایی که شما ویدیوها رو دیدین، من نمیخوایم مستقیم نام کسایی رو بگیریم، شما خودتان میفهمید. از دین یک وسیله ساختن، چنگک انداختن، محکم گرفتن، ریسمان خود بالا کردن، به شهرت برسن با نمایش خوابها و خیالهای تخیلی و دروغی، تهمت بستن به دین و به عقاید مردم و از احساسات مردم. دیدن که یک جای یک گپ هست، احساساتی ساختن، مردم احساساتی ساختن که برای خود نفع ببرن. آب خط کردن و امو یک ضرر مسئله است، آب خط کردن و ماهی گرفتن. من مطمئن هستم هموطنان عزیز ما خودشان قضاوت میکنن و میدانن که کی خدمت کرده و کی خیانت. یک بار دیگه من تشکری میکنم قلبا از آقای فراد دریا، از دیگه هنرمندا، از دیگه کسایی که در این مورد کمک کردن، اقدام کردن و خواستن دست چند هموطن ما رو بگیره. من ازشان تشکری میکنم.